مؤمن باید ایره بپذیره که دنیا محل راحت نیست، محل عیش و عشرت نیست. دنیا محل امتحان است، دنیا محل امتحان است. امروز در 100% 90% مردم بری امی عقیده را داره که اصل مقصد دنیا است. امیر آباد بکو از امی خاطر است که ما دیدیم، به چشم سر دیدیم، بعد از ورود فرهنگ مبتذل غرب، بعد از ورود امی کفار نجس، مردم از ناموس خود تیر شد، از دین خود تیر شد، از غیرت خود تیر شد، هیچ نظر نکرد، فقط پول به دست بیار و وسایل عیش و عشرت آماده شود. از امو خاطر است که امروز سیلوار مردم طرف دولت‌های کفری حرکت کرده رویست، اما با ناموس خود. ان الذين توفاهم الملائکه، یقینا کسانی که ملائکه واره قبض روح میکنه به حکم الله، ظالمی انفسهم، و مردمایی که سر نفسای خود ظلم کرده، در دولت کفار باقی مانده، ذلیل شده، لط خورده، توهین شده، تحقیر شده، احکام اسلام خود پوره نکرده، اولادش در طرف دیگر رفته. بله، زمانی که ملائک قبض روح میکنه برش گفته، میگوی امی ملائک قالوا فیما کنتم، در کجا بودی؟ کجا زندگی میکردی؟ در این قدر عمر جماعت دیدی؟ آذان دیدی؟ احکام اسلام دیدی؟ کجا زندگی میکردی؟ قرآن میگه ملائک قبض روح میکنه برش میگه فیما کنتم، کجا بودی؟ الم قالوا كنا مستضعفین فی الارض، و اظهار عذر خدا میکنه ما بسیار ضعیف بودیم، کمزور بودیم. اینجا میبینی که قانون کفریست، ما را در نماز نمیماند، در جماعت نمیماند، در حجاب نمیماند. خب نمیماند، از امی مملکت بودی، یعنی که از جای دیگه آمده ای. دمی مملکت هم که باشی، جای دیگه آمدگی را بگذار. دمین جم که تو باشی، ملائک برش میگه، واخو میگه که مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه، آیا سرزمین الله فراخ نبود؟ فتهاجروا فیها، که شما هجرت میکردید در روی زمین، یک جایی را مشخص میکردی، انتخاب میکردی که در اونجا احکام الله را آزادانه عمل میکردی، در زیر سایه اسلام تو زندگی میکردی. چرا حرکت نکردی؟ چرا میتور باقی ماندی که اسلام توهین میشد، تحقیر میشد، استهزا میشد، و تو هنوزم نشستی؟ این در صورتی که امونجا ولو که امونجا اسلام آورده باشی، بعد از اینکه حالت احکام اسلام عملی کرده نمیتونی، تو باید هجرت بکنی. اگر نکردی برش گفته میشه فاولئک مأواهم جهنم، این مردمایی که اون امونجا نشسته توهین و تحقیر آیات الله میشه، احکام اسلام به وجه درست عملی کرده نمیتونه، این مردمایی که حرکت نمیکنه، در سرزمینی نمیره که در اونجا احکام اسلام آزادانه و مستقل عملی بکنه، الله میگه فاولئک، این مردما مأواهم جهنم، جایگاهشان جهنم است، و ساعت مصیرا، خیلی بد است.